زن میتواند مرغ را یا حیوان کلانی را ذبح کند، به طریق اولا میتواند. زن برای زن کشتن مال گناه نیست. همه زنها میتونند کدام نماد حیوانی نباشد ذبح کنند. فقط برای ذبح چی لازم است؟ کاردی تیز باشد و بسم الله الله اکبر. بس از خواه مرد از خواه زن است میتواند کدام حیوانی نباشد البته ذبح کند. زن شد گناهکار میشود. تو را باز پروردگار میخواهد بیدارت کند، گوش داد کند تا که تو در غفلت نمانی. باز تکرار کرد پروردگار، لیکن با رنگ دیگر تکرار کرد. اگر تو در سوره لقمان آداب نگرفتی، اگر سوره لقمان گوش کردی، از این گوشت به آن گوشت گذشت، باز سوره احقاف پروردگار به گوشی تو میرساند. یعنی از سوره احقاف شاید که تو آداب گیری، شاید که تو در سوره احقاف ناحرمتی پدر و مادر در نقطه گذاری و سر تعظیم برای حرمت پدر و مادر کشاده گردانی. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. برادر عزیز فکر، پروردگاری که مرگ تو در دست اوست، حیات تو در دست اوست، پروردگاری که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، پروردگاری که هر عبادتی تو را میگوید من نظر دارم، هر قدمی تو را در تاریکی و در روشنی میبینم، پروردگاری که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، پروردگاری که هیچ چشم در دنیا قدرت دیدن من ندارد مگر من همه چشمها را میبینم. همون پروردگار میگوید، همون پروردگاری که تو در یک عالم نابودی و نیستی بودی، در شکم مادر به واسطه نطفه تو را پیدا کرد، انا همون پروردگار تو را اشاره میکنه. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. ای جوان، ای بنده خدا، پروردگار میگوید در خانتان همون انسانی که نامش آتش است و نامش آچه است، یا نامش پدر است یا نامش مادر است، الله میگوید تو را توصیه است. وصینا به معنای توصیه، به معنای سپارش است. سپارشت میدهم، حکم میکنم بالای تو. چه حکم دارد؟ چی سپارش میدهد پروردگار؟ سپارش میدم که بالوالدین احسانا. یکی مبادا تو همین آته و آچته یا همین پدر و مادر تا یکی نرنجانی، نکند که تو همین قرار منه، همین حکم منه نادیده گیری، نکند که تو در همین دنیایی که یک روز از روزها عمر تو به چند که نباشد من تو را بر نزد خودم دعوت میکنم، نکند که در همین دنیایی که تو اینو پدرود میگویی، وقتی از این دنیا گذری و پدر و مادر در رفتن تو خرسند باشند یا دعای نیکی اونها را نگیری، نکند که همین خیلی به دعای پدر و مادر خانه قبر بیایی و الا خانه قبر برای تو خانه آتش میگردد. نکند که هم تو به خانه قبر بیایی. سپارش میدم پروردگار میگه دادر عزیز، سپارش فرمان حکم بالوالدین احسانا. به این دو، به این پدر و مادر احسان فقط و فقط نیکی کن. هیچ وقت در حق این دو تو بدی را روا مبین، هیچ وقت، هیچ وقت نقشه مکش، هیچ وقت به دلت آرزو هم نکن که یگان بدی بدی را بگذران. زیرا پروردگار در سوره اسراء میگوید ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین. پروردگار میگوید بندگان من، وقتی شما در پدر و مادر خدمت میکنین، با کدام مقصد خدمت میکنین، با چی نیت خدمت میکنین؟ من از داخل سینه تو درکدار هستم. تو با کدام مقصد خدمت میکنی؟
نیتی تو چیست؟ در کتاب میارد که مرد مادرش در بسیار خدمت میکرد، مادر پیرانسالی داشته است، برداشتن او، نگاه و بین او، کسی که پدر و مادر نگاه کرده است، روزهای بیماری پدر و مادر را پسی سر کرده است، اونا میدانند چه مشکلاتی دارند. بسیار در مادر خدمت میکرد. حتی در محله ها آوازه شده بود که ای فرزندها عبرت از فلانی گیرید، ببینید چگونه باید بر مادر خود خدمت میکند. برای همه اون مثال شده بود. روسا پریمیر میگن، برای همه پریمیر شده بود، برای همه مثال شده بود که ای فرزند من او از فلانی آتا بگیر، ببین چه در مادرش خدمت میکند. همه آرزوی او را میکرد، همه حواسی او بچه را میخورد. کاش که خدا ما را میگفتن هم تا بچه دیگر که همین خیال در مادرش خدمت کنه. پیغمبری همون زمان وقتی این جوان از دنیا گذشت در خوابش دید که وقتی که این جوان در قبر گذاشتن بالای او در بچه ها یا دروازه های دوزخ گشاده شد. عذاب های دردناک بالای این بچه‌ای که مثال در محله بود، مثال در شهر بود، دروازه های عذاب بالاش گشاده شد. پیغمبر مردم را جمع کرد، گفتن این جوانی که همگی پیروی او می شدند، خدمت مادر او، همه را گویم که در حیرت گذاشته بود، دروازه های دوزخ پروردگار بالاش گشاد. در حبیب خدا چی؟ سبب چی بوده؟ پیغمبر همون زمان جواب داد که وقتی این در مادرش خدمت میکرد و مادرش میبرداشت و مادرش طعام میداد، با دلش میگذرانید ای کاش پروردگار در اوتر همین مادر مرا از حیاتش منقطع کنی و در عمرش کوتاه کنی که آخی مانده شدم. ای پروردگار چند در این مادر کمپیر من خدمت میکنم، نه بازار رفته میتونم، نه یک جا سیاحت رفته میتونم، نه با یار و رفیقم نشسته میتونم. آخی هر زمان برای این خدمت در کار، خدای مهربان زاره میکنم برای تو، این را بردار. ببین پروردگار برای همین گفت ربکم اعلم فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانه کان للاوابین غفورا. پروردگار گفت من میدانم ای جوانای عزیز شما با کدام مقصد در پدر و مادرتان خدمت میکنید. من میدانم از داخل سینه‌تان درکدار هستم که آیا تو در نماز در حق پدر و مادر دعا میکنی یا نمیکنی. اینا را پروردگار میشنود. دادر عزیز خداوند سپارش میدهد و بعد اجرا کردن سپارش هم دادر شما خدمت خاصه برای پدر و مادر کنید، فقط برای پروردگارتان کنید. خدا فقط و فقط برای رضاگی تو میکنم. مبادا در دلتان یکی قطع شدن حیات اونها را یا دور کردن از پهلوی خودتان دادر عزیز، یکی مبادا نیت نکنه که خدا شما را دور میکند، خدا شما را عمرتان کوتاه میکند. دعای شما آن خواست شما برعکس می شود، الله تو را همراه زنت می بردارد، پدر و مادر تا باقی می ماند. اذا ترك العبد الدعاء للوالدين فانه ينقطع عنه الرزق. رواه دیلمی. دیلمی در روایتش میارد که پیغمبر خدا گفتند وقتی که جوانای عزیز شما نماز میخوانید، نماز شب میخوانید یا 5 وقت نمازتان میخوانید، نماز خواندین و بود کردین و در آغازش وقتی که دعای در حق پدر و مادر نکردین، پروردگار گفت من تو را ای جوان مرد در دنیا از نفرهای کمبغل ترین کمبغل ها میگردانم. ببین تو اصلا مال نمیبینی، پول نمیبینی. اگر پولدارم شوی زود است که باز بالای تو یگان مصیبت میاد، این پول در دست تو ابدی نمیماند. ریسک تو را پروردگار به خاطر که تو در حق پدر و مادر دعا نمیکنی کم میکنه، قطع میکنه. میگه پروردگار ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها
و حمله و فصاله 30 شهرا. پروردگار میگوید ای جوانای عزیز، ای جوانایی که امروز شما قدهای شما به 1.80 رسید، وزنهای شما از 2 کیلو از 3 کیلو به 100 و به 150 رسید. پروردگار میگوید شما یک زمان خرد بودین در شکم مادرهاتون، پروردگار شما را پرورش میکرد، نگاه میداشت و همین مادر شما را تولد کرد، بسیار به مشکلات تولد کرد. ببینید مشکلات کرهن، بسیار زحمت قتی مادر تو را تولد کردن. حملت و کرهن، برداشتی تو را به مشقت تو را برداشت. ولی در دست 2 کیلو بار بگیر، 3 کیلو بار بگیر، تا خانه را بردن در دستت مانده می شود. 9 ماه این مادر در این خلطه خود را می برداشت. 9 ماه هم برداشتش به مشقت بود. خدا میگه این مادره که تو امروز پسندش نمیکنی، این مادره که امروز تو میگوی هی هی نکو، یا این مادره که تو با او قوق میگردانی، این مادره که امروز تو سخنی تو ناجوان مرد سخنی زنت از حرمت مادرت بالا ماندی. انا همین مادر پروردگار اشاره دارد که همین مادر در خلطچه که نام او بچه‌دان بود 9 ماه تو را برداشت. 9 ماه با محافظت میکرد، چیزهای سخت نمیخورد، چیزهای خنک نمیخورد، اگرچه اشتها هم داشت یکی مبادا که فرزندم در داخل شکم من زلال نکنه. تولد تو به مشقت بود. پروردگار و حمله و فصاله 30 شهرا، برداشتنی تو و شیر دادنی تو را پروردگار گفت 30 ماه بود. 30 ماه قرآن بیان می‌کند سوره احقاف 30 شهرا، 30 ماه مادر تو را برداشت تا حاملگی تا شیر دادن. چگونه که سوره لقمان بیان کرده بود، برای چی 30 ماه؟ 30 ماه حد مدت اقل حاملگی 6 ماه است. ابن عباس میگوید مدت اقل حاملگی 6 ماه است. وقتی اگر 6 ماه تو را مادر تولد کند، ابن عباس گفت باید 24 ماه یعنی 2 سال مادر شیر داد. تمام شیر، یعنی شیر دادن دیگر از ذمه مادر بیرون میشه. اگر 7 ماه به دنیا آمدی 23 ماه، اگر 9 ماه به دنیا آمدی 21 ماه، مادر تو را چکار میکنه؟ شیر میدهد. پس اگر جمع کنیم 2 سال 24 ماه، این 9 ماه شکم 33 ماه مادر در حق تو جانبازی ها کرده است. بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والجهاد فی سبیل الله. برادر عزیز، نماز خواندن فضیلت دارد، روزه داشتن فضیلت دارد، حج رفتن فضیلت دارد، جهاد در راه پروردگار با دشمنهای خدا فضل دارد، برکات دارد. لیکن حبیب خدا میگوید از همه اینها در ثواب دیده در جای اول خدمت پدر و مادر میستند. ببینید تو هم بچه نماز خوانی، 5 وقت نماز تا میخوانی، روزه تا میداری، حج کردی، جهادی در راه خدا کردی، بازم این پدر و مادر تا خدمت که میکنی، از همه اینها در ثواب خدمت پدر و مادر بالاتر میستند. حدیث صحیح پیغمبر است که جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فاستأذنه فی الجهاد. ببینید یک جوان آمد دورای پیغمبر خدا، چقدر در جهاد گویم که احتیاج زیادی بود. وقتی گویم جهاد بود، مشرک های عرب پیغمبر خدا را آزار میدادند. حبیب خدا با او اگر در جهاد نمیبرامد برای پیغمبر ساعت و روزی خوب نمیدادند. بازم این جوان آمد گفت حبیب خدا، خواهان این هستم که همراه تو در محاربه باشم، در جنگ باشم، با این دشمنهای تو و دشمنهای خدا شمشیر بردارم و جنگ کنم. حبیب خدا چی گفتن؟ احیون والدا، در بعض روایت ها ابوا کم آمده است.
آیا پدر و مادر داری جوان؟ گفت قال نعم. گفتم بله پدر و مادر دارم، حیاتن، در خانه من هستن. گفت ففیهما، در بعض روایت فیهما فجاهد. گورو بچم گفت همون موی سفید پدر تو، همون کمپیر مادر تا خدمت کن، دعای اونها را بگیر، این برای تو بهتر است از میدانی که با دشمنای خدا تو می جنگی. این برای تو بهتر است، این برای تو ثواب دارد. دادر عزیز فهمیده گیر، فهمیده بگیر که خدمت پدر و مادر در اسلام بسیار نقش مهمی بازد. یکی مبادای تو به همین نماز تو، یکی مبادای تو به حاجی بودن تو، به صوفی و شیخ و داملا و مولوی بودن ننازی و از پدر و مادر گردن تاوی که به نام پروردگار در پیش خدا از کرم لای خورد تو بقدری. یکی مبادای همتا نکنی، یکی تکیه بر همین عبادت عاد نشوی و پدر و مادر راضی نکنی. گویی میشود همین دنبال عبادت گیرم خیلی پدر و مادر بوده در پیر شدن به عقل شدن دیگر گفتن گیری که همه عبادتات پروردگار یگانته او را قبولم نمی‌گرداند. در اول من برای شما حدیثی را خواندم، خوش به حال آن جوانی که از این سحر طبق این حدیث عمل کرده باشد. من اصبح مطیعا لله فی الوالدین. حبیب خدا میگوید کسی که سحر بیدار میشود و از برای پروردگارش به خاطر حکم پروردگارش از جانب سحر خستگی فقط و فقط کوششش اول همین است که پدر و مادر من از من راضی باشد. از قسم سحر بامداد خستی، طهارت بجا آوردی، کوششی تو همین باشد که از حاضر همین ساعت 6 که من خستم، از همین ساعت 6 خسته من باید پدر و مادر از من راضی باشد. اگر کدام تو از ساعت 6 سحر تا این جانب یا تا بیگاه اگر پدر و مادر از تو در حالت راضیگی قرار داشته باشند، پروردگار مهربان گفت که سخن پیغمبر است، از نام خداوند میگوید اصبح له بابان مفتوحان من الجنه. ببینین دو دروازه از 8 در جنت، دو دروازه او از سحر تا بیگاه کشاده منتظر توست که اگر مبادای خداوند این امانت جان از شما قبض کند، پروردگار درهای جنت چه برای این گونه جوانی که پدر و مادر از او راضی است کشاده مانده است. در اول من برای شما مصرع‌هایی که خواندم، آبروی اهل دین از خاک پای مادر است. همین آبروی اهل دین، آبروی آن دوستای خدایی که امروز ما نامهای اونها را میگیریم، بایزید بسطامی میگیم، حضرت سلطان اویس قرنی میگوییم، این دوستای خدا از کجا آبرو گرفتند؟ از خدمت مادر آبرو گرفتند. آبروی اهل دین از خاک پای مادر است. ببینید آن چی یافتن این جماعت از دعای مادر است. این جماعت هر چی یافتن، هر چی بهبودی که در اونها شد، هر شرفی که در اونها پیدا شد، این از دعای مادر بود. آنچه در وصف بهشت فرمود قرآن عظیم، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. صاحب قرآن میگوید که همون بهشتی که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، صفتهای او را بیان کرد. همون بهشتی که بلندی هر یک آشیانه که خدا برای بهشتی آماده کرده است 30 میلن 60 میل درازی دارد. همون جنتی که
یأکلون و یشربون، خوردن دارد، نوشیدن دارد. ولا یتغوطون ولا یبولون، اونجا حاجت خانه دارد، اونجا شکم درد دارد، اونجا دمیش ندارد. پیغمبر خدا میگوید اما همون جنت پروردگار برای کی میدهد؟ صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. مادر تا راضی کن، همون جنتی که پروردگار وصف کرد، بیان کرد، برای تو بر این جوانمرد خدا را نصیب میکنه. هزار افسوس به اون جوانهایی که امروز این دو نعمتی که ارزش ندارد، نرخ ندارد، همراه اوست، یا یکی از او را دیراب کرده ای، احترام نمیکنی. به نام خدا به انصافترین بنده خدا تویی، به نام پروردگار تو آب رنگ نمیگیرد، تو قدر پیدا نمیکنی، تو عزت پیدا نمیکنی. دادر عزیز شوخی نفهم، به خدا قسم میخورم آنیست بشود انسان. یک جوانی بود بسیار سرکش، مادر و پدر اهمیت نمیداد، به حرمتی میکرد، میدر آمد خاندان حتی با آنها سلام هم نمیداد، حتی نمیپرسید که پدر و مادرم در خانه هست یا نیست، حتی بار هم نمیپرسید که اگر از او جدا هم که باشند. حتی انصافش خدا آنقدر گرفته است که امروز با واسطه تلفن پرسیدن پدر و مادر آنقدر مشکلاتی ندارد. حتی هر روز یک بار هم نمیپرسد پدر در کدام حالتی، مادر در کدام حالتی. از همین خیل جوانها بود که حضرت سعدی اینا در یک رشته نظم در آوردن و مادر بسیار که خسته شده است، چیکار کرد در حق فرزند؟ جوان سر از فرمان مادر بتافت. مادرش چه امرش که کرد؟ سر تافت، قبول نکرد. که امروز حدیثی را خواندم که حدیث ابو داود است و ترمذی است، اسنادش به حسن و صحیح بردند. ابی دردا میگوید مرد نزد من آمد و گفت این لی امرأة، یک زن دارم و مادر دارم، تأمرونی بطلاقها، مرا امرم دارد این مادرم که همین زن تا طلاق کن. ابی دردا میگوید گفتم سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا را شنیده بودم که میگفت در سخنرانیش که الوالد اوسط ابواب الجنه فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه. و شنیدم از پیغمبر خدا که در گویم ما بین درهای جنت پدر و مادر تو ایستاده است. مراد از این که اگر تو پدر و مادر تا اطاعت کنی با آنها وارد اون درهای جنت میشوی، اگر مادر و پدر تا اطاعت نکنی تو از وارد شدن به جنت محروم میمانی. مراد چی بود؟ مراد ابو دردا این بود که مادرت مادام امر کرده باشد که زن تا طلاق کن، طلاق شده گفت. ببینید اگر چنده که این احوال به سر عبدالله فرزند عمر هم آمده بود که حضرت عبدالله ابن عمر می گفت بسیار زنی زیبایی داشتم و کنت احبها، بسیار دوستش می داشتم. و کان عمر یکرهوها، یکی پدر عمر بسیار بدش می دید. و قال طلقها. عبدالله میگه پدرم آمد عمر رو گفت زن تا طلاق کن.
قبول نکردم. عبدالله میگوید حضرت عمر آمدن نزد پیغمبر خدا شکایت کردند که عبدالله فرزندم میگم که زن تا طلاق کن، طلاق نمیکنه. عبدالله را پیغمبر خدا فریاد کرد و گفت طلقها، طلاقش کن. گفت طلاقش کن. گفت اگرچه خدا خیرش رانده، صاحبای کتاب میگویند این عمل فقط خاصه عمر بود، این فقط برای عمر است، زیرا که او میدانست که این زن در امرهای شریعت بسیار بی‌پروا بود. آنقدر بی‌پروا در عملهای شریعت بود که ترسید که یکی همین تنبلی و کاهلی و بی‌پروایی همین کلین من و فرزند من تاثیر نکنه. ببین ما نمیگویم که پدرها و مادرها خداوند حقوق شما را اینقدر بلند کرده است شما فرزنداتون امر کنید که زنهاشون طلاق کنند. برای اکثر شما نمیثل عمر به خاطر دین خدا فرمایش نمیدین. غرضهای شما دیگر است، مقصدهای شما دیگر است، مقصدهای شما برای دین نیست. شاید بعض شما اگر کلین بینماز هم باشد پروا نداری، اگر قرآن هم نخواند باری هم دعوتش نمیکنی بچم قرآن خوان شد. جوان سر از فرمان مادر بتافت. یک جوانی سرکش بوده است، بعضی مثل جوانای ما و شما که مادرها را پسند نمیکنند، مادرها را حرمت نمیکنند. دل دردمندش به آزار بتافت. شیخ سعدی میگه بسیار دل مادر درمند کرد. چو بیچاره شد پیشش آورد و مهد که گفت ای سوست مهر و ای فراموش عهد. مادر چیکار کرد؟ ببینید عجیب کاری را کرد. دوست می‌دارم مادرایی که فرزنداتون حرمتتان نمیکنند یا به قدر شما نمیرسند، اگر دعوای مؤمنی و اسلامی و دعوای نمازخوانی کنند، همین عملی که مادر در حق فرزند خود کرد تو هم مادر عزیز بکن، شاید این عمل تو را بیدار کند. این مادر چیکار کرد؟ چو بیچاره شد پیشش آورد و مهد که گفت ای سست مهر و فراموش عهد. نه گریان و درمانده بودی و خورد که شبها زی دست تو خوابم نبرد. فریاد زد مادر، با تمام از تحت دل فریاد زد. نه در مهد نیروی حالت نبود، مگس راندن زی خود مجالت نبود. اینجا بیا گفت نزد من ده بیا گفت، به خانه کمپیرخانه مادر در گفت آور چیناند این بچه سرکشه. بعد کجا رفت؟ چو بیچاره شد پیشش آورد مهد. رفت از خانه دیگر همون گهواره ده که این بچه سرکش خواب بود، همون گهواره را برداشته و به پیش آمد. ببینید همون گهواره را برداشته و به پیش این بچه سرکش آورد. گفت ای سوست مهر و فراموش عهد. فراموش کردی همین جایگاه کیست؟ گفت همین گهواره را میشناسی؟ ان همین گهواره گفت خانه تو بود، تو در همین گهواره خواب بودی، تو فراموش کردی. چرا اینقدر مهر تو سوست شده است؟ مهر تو کجا شد؟ مادر گهواره را به فرزند نشان داد که شاید از سخن عالم‌ها عبرت نگیرید، از سخن حکیما و از سخن دانشمندا هیچ عبرت نگیرید. شاید مادر مجبور شد و گهواره را گرفت و در پیش این فرزند گذاشت. وقتی نشان داد فرزند با دقت نظر میکرد و گفت نه گریان و درمانده بودی و خورد. تو میدانی یک زمان گریه میکردی، بسیار درمانده بودی، محتاج بودی کسی به تو کمک کند، بسیار خورد بودی که شبها زی دست تو خوابم نبرد و شبها مرا خوابم نمیبرد.
شبی دراز تو گریه داشتی، شبی دراز تو خوراک طلب میکردی، شبی دراز گویم برای تو تازه کردن حاجت بود. در همین خانه شما خودتان خلاصه برارین. حاضر کودک در خانه های خود ما کودکامون وقتی که اگر همون در بروکش گویم وقتی به تمیزی میکند، وقتی که گویم از او آن چیزی که آزار دهنده است خارج میشود، ببین چقدر نفرت میکنیم. تیرزا را کشوین، بگیر برده تیز ایره شستشو کن. در بوی او طاقت نداریم، لیکن مادر همو را برداشته. مادر با اون ملایمی سخن گفته و برداشته و به لب آب میبرد، برای آب گرم میکند، میشود با دستای خود تازه میکند. انسان کمی بیدار شد. آخه خاطر خدا را هم ندیدی، خاطر شریعت هم ندیدی، خاطر هم مهدتای مادر کمتر یک قدر کن. در دوام مادر به اون چی گفت؟ میلش کو شبها هم گریه میکردی، عذابو میدادی، شکنجه میدادی، از دست تو بیمار بودم، خواب حلال ندیده بودم، نه در مهد نیروی حالت نبود. و تو در همین گهواره خواب بودی، تو تماما قوه نداشتی، مگس راندن زی خود مجالت نبود. و مگس ها بالای سری تو را میگرفتن، در بینی و در دهان تو مگس ها می در آمدن، تو حتی برداشته دست همونها را پیش کردن نمیتونستی. آیا همتا نیست؟ آیا همچنان نیست؟ در اصل امروز میبینیم که اما قوت یک مگس دور کردن نداشتیم. و کی همون را از بالای ما دور کرد؟ مادر کرد. دادرای عزیز، من انشاءالله از پروردگار امید دارم و از خدای مهربان خواهش و التجا دارم که خدای مهربان آن نافهمی هایی که در ذهن ما بود نسبت پدر و مادر، خدایا اونها را از بالای ما دور گردان. خدایا ما را بیدار نگه دار. خدایا برای ما قوت و توانایی نصیب بگردان. پدر و مادرامون حرمت کنیم. خدایا بعد محبت خودت، بعد محبت حبیبت، محبت پدر و مادر در دل ما همیشه نگه دار. خدایا آن جوانهایی که امروز به خاطر زن مادر حرمت ندارد، خدایا آن جوانهایی که امروز دستشان در دست زن و بازار به بازار برای زنها تیلاوار میخرند، لیکن مادر خواهش او را دارد و او را محروم کرده است. خدایا اون جوانها را انصاف ده. پیغمبر خدا به نزد یک قبر گذشتند که بسیار قبر نگاه کردند. از داخل قبر صدا می آمد. چی صدا می آمد؟ عن فوق النار و عن تحت النار و عن یمین النار و عن شمال النار. از زیر پایم آتش است، از بالای سرم عذاب است، از پهلوی راستم عذاب، از پهلوی چپم عذاب. ای داد، ای پشیمانی، ای نافهمی. داد می گفت. حبیب خدا وارد راحت و عذاب قبر می دانست پیغمبر ما. حدیث های دیگر هست در این باب که مر رسول الله صلی الله علیه و سلم بقبرین انهما يعذبان و ما يعذبان فی کبیر بلا انه کبیر. این حدیثان دلالت میکند که حبیب خدا داخل قبر عذاب راحت می دیدند، می فهمیدند. باره به نزد دو قبر گذشت. حالا قصه را من اینجا مانم. به نزد قبر گذشت، دو قبر دیگه در گذشت که قبرها هر دو آن کسی که در قبرها بودن مورد عذاب قرار داشتند. پیغمبر خدا گفتند اینها چنان عمل کردند که این عمل بسیار سبک شماریدند، حتی گناه نشماریدند. میگفتند نخواه با این قدر گناه سبک ما را خدا عذاب کند.
انهما یعذبان فی کبیر. بله انه کبیر. حبیب خدا نگفت آخه گمان شما نادرست، این اندک گناه نبود، این گناه های کلان بود. فعمل اول کان یمشی بالنمیمه. ببینید یکی از همین آدمایی که قبرش در عذاب بود کی بود؟ آن کسی که خبرکش بود. خبرکش، خبر یک جا را به یک جای دیگر میبرد. لا يدخل الجنة النمام. حبیب خدا میگفت انسانی سخن برای سخن چین، انسانی که در بین مردم تو قدر و منزلت نداری، تو داخل جنت نمیشوی. یکی از همون صاحبای قبر انسانی بود است که خبرکش بود است. ولی خبرکش ها پره خدا ماندن. ما وقتی که فریاد ما میکنن جای پوشیدش نیست. میگن که از همون داخل مسجد گفتن که در جمعه فلان گپ گفتی، این در اون در پره خبرکش. افسوس که او را در پیشانیش چیزی نیست که گویم که خیلی شناسه میشه. ولی گوش داره بعضور، ولی دلش تک تک داره که من این گپ گفتم. برای موضوع او همین است. برادر عزیز، در بین جوانان بسیار نامی بدت ماندگی‌اند. هوشیار شو. پیری جوانی چیزی هستی نیستی. هر چیزی که ما گفتیم دایره قرآن و حدیث میگوییم، از او بیرون نمیگوییم. چیزی میگوییم به فایده هم دینمان هم جامعه‌مان میگیم. دویمش که بود فعمل آخر لا یستطیر من بولی. اینجا گپ درباره مشاهده کردن پیغمبر عذاب راحت قبر است. دویمش که بوده است کسی بوده است که وقتی که پیشاب میکرده است خودش سطر نمیکرده است. مقصد او را همه میدیده است. بعضی ها میگویند که حدیث معناش این است که وقتی که پیشاب میکرد خودش قاق نمیکرد، مقصد پیشابش همگیش خارج نمیکرد و بعدا وقتی که لباسش میپوشید در بدنش همون آبها میچکید. خدا با این عمل او را وارد عذابش کرد، در قبر عذابش داد، خودش ساتر نمیکرد. ولی امروز حمام ها دا ببینه، بعضی کلانترهای ما همجا جوانکای خوردم هستن. برادر عزیز، شکایتات میاد، بعضی ها ریشا حتی انت کشال اوی سفید، نه درو تروسی های، نه درو یک سطر های، در درون حمام آبازی داره، بچه هاش تماشا داره. شرم نکن. حالان که از زیر ناف تا زیر زانو پوشانیدن فرض است برای ذمه شما. حبیب خدا بعداً به نزد این قبر آمدن و مردم قبیله را فریاد زدن، گفتن کنی بیایید این صاحب این قبر کیست که این قدر فریاد از عذاب دارد؟ همه میگد راستای قبر آمده ایستادن نزد این قبری که پیغمبر خدا عذاب شمیدید. نگاه کرد یک خیلی مادر پیرانسال آمده و راست قبر ایستاد. گفت مادر این قبر کیست؟ گفت این قبر فرزند من است. گفت در حال حیات این دعای تو را گرفته بود یا نه؟ تو از این راضی بودی یا نبودی؟ مادر گفت پیغمبری خدا گفت از همین بچه گفت دهن نکشا، گفت زبان نکشا. این از جمله فرزندایی بود که ما از روزی که این از زندار کردیم یک پیاله چای را ما ننوشیدیم. پا مد جانب خانه این فرزند رفتن نمیتوانستیم. زنی داشت که محبت او از پدر و از مادرش بالا بود. برای همین حبیب خدا گفت وقتی باری که هیچ طاقت نکردم، باری هم دعوتم که نمیکرد، خودم از پیش خود به خانه بچه‌ام رفتم. وقتی وارد خانه بچه‌ام شدم یک باره بچه‌ام که وقتش خوش بود برای دید تماما حالتش دیگرگون شد. ناراحت شد که این مادر به خانه من آمده است. دیدم که قوقاش انداخته و از من درو میپرسد چرا آمدی؟ برای چی آمدی؟ چی مقصد داری؟ گفتم خدای مهربان به دل خود گفته بودم ای حبیب خدا که خدایا آخرت این فرزند
همچنان گردان که داد وای او را تمام مخلوقات تو شنود. این دعای من در حق این فرزند بود. حبیب خدا گفت مادر دعای تو قبول شده است. این فرزند در همون عذابی که تو گفتی در همون عذاب روبروز، برای همین راضی شو تا که این عذاب از بالای کنده شود. پیغمبر خدا بسیار مهربان بود، از پدر و مادر در مهربان بود، میخواست که امتی او در عذاب باشد. مادر گفت حبیب خدا مجبورم نکن، دلم بسیار بسیار سیاه است، نمیخواهم. میگه دعا کرد، گفت خداوندا گفت از پیش چشم این مادر آن پرده را بردار و خود با چشم خودش فرزندش بیند. راویای کتاب میگه وقتی که پرده که از چشم مادر دور شد و مادر حال فرزند که دید، همون مادری که طول چند سال در عذاب و در مشقت این فرزند گرفتار بود، خودش میگه در بالای قبر پرتاب. پروردگارا گفت آن عذابی که این فرزند دارد خدای مهربان از همه آن ناخوشنودی هایی که در حق من کرد همگیش بخشید و من راضی شدم. مادر را ببینید. خودی بله فرزندایی که از ما و شما هر گونه گویم در ملیسه خانه ها میغلطند، حتی گیرین کش میشوند، بنگی میشوند، دیوانه میشوند، مادر را ببین در همه حالت در دنبال او راست است. حالا که از او یگان فایده گرفته نمیشود، یگان حرمت از او چشم داشته نمیشود، لیکن مادر در دنبال او راست است. بچه من نگاه کنید، بچه من مهربانی کنید. دادر عزیز، قسم به بزرگیش روز از روزها همه من وارد خانه قبر میشویم. آن چیزی که من گفتم از گوشت بیرون نکن. آن چی من از گفتم در گوشت به نام خدا، این کتابهای خدا گفته است، اینا همه حقن، از گوشت دور نکن. برای یک مدت اندکی دنیا این مادر و پدرت از خودت ناراضی نکن. باشه هر جا میری پدر در حقم دعا کن که دوشنبه میرم، پدر در حقم دعا کن حج میرم، آچه جان فلان جا میرم، آچه جان در فلان جایم خواتیر نشو. برادر عزیز و گرامی، این دلتی کردن مادر معنای او را دارد که این روشنی قبر توست، این برکات دنیای توست. دورای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه پیغمبر خدا دائم که آمد قوم نگاه میکرد که ها در قوم هستن یا نیستن. روزی آمد میگه که دو جای خالی بود، یک جوانی بود است در همون دوره، هر روز پدر و مادرش میرفت، اول پدرش میآورد، بسیار درمانده بودند، میآورد در صفق میماند، در یک جای معین داشت، میرفت مادرش میگرفت میآورد. هر روز کار این جوان همین بوده است و جوان در پهلوشان مینشست. روز از روزا پیغمبر خدا میگه آمد نگاه کرد در جماعت که همون پیر و همون کم پیر در همون جای معینی که مینشستن وجود ندارند. گفتن اینجا یک موی سفید و یک کم پیر، یک پیرانسال زنی مینشست، الحال نمیبینم کجا شدن اونا؟ صحابه گفتن او یک فرزند داشت که در همه نمازهای با جماعت پدر و مادر می آورد در جماعت و بعد تمام شدن نماز با اونها را می برداشت خانه می برد. متاسفانه گفت ای حبیب خدا همون جوان خدا جانش گرفته است. نآمدن این پدر و مادر سبب در این است که خدا همون جوان جانش گرفت. حبیب خدا میگه در بین صحابه گفت قسم به خدا گفت اگر در همین دنیا خدا یک کس اگر ابدی نگه می داشت، هر آینه ان همون جوان خدا ابدی نگه می داشت و الا همه فنا شونده است، الا فقط الله باقی میماند و خلاص، و الا خدا اگر یک کس میمان همین جوان باقی میمان به خاطر خدمت پدر و مادر. جوانای عزیز، انشاءالله من از پروردگار امیدی اون دارم که شما از جمله اون جوانای نیستید که پدر و مادر از شما ناراضی باشند. پدر و مادراتون دوست دارید، نوازششان کنید، به قدرشان رسید. خدا خواهد شما هم دنیاتان آباد، هم آخرتتان آباد، هم انشاءالله از مشکلات های دنیا هم خلاص، هم از مشکلات های آخرت هم خلاص. خدا خواهد من جمعه آینده میگذارم به تفسیر سوره اسراء که آخران در اطراف حرمت پدر و مادر است و برادرای عزیز که از من 3 ساعت طلب کردن که من اطراف این صحبت داشته باشم که چگونه بیان کردم. اینم به یکی از شهرهای خیلی دوردستی کانادا می رفته است
اونجا جوانا هم بود است، بچه هایی که همونجا پدر و مادرها را حرمت نمیکنن، به قدر پدر و مادرها نمیرسیدن. همون پدر و مادرهایی که میگد حالتهای مشکلات در این بچه ها را گرفته برده بودن، همونجا تربیه کردن، امروز تماما اونها قدر و قیمتی ندارند. خدا خواهد جمعه آینده یک جمعه دیگر اطراف اینا من به شما صحبت میکنم و آغازش خدا خواهد از شعر خیلی گویم با خون دل ایجاد کرده استاد منعکه داملا محمد شریف که برای مادرشان شعر نویسانده بودند که الها مادرم در سایه باغ جنان باشی. حضرت بابای ملا شریف در مادر که گویم دریاب نکردن و از سوز و فراق مادر قلم گرفتن حضرت و بعد نویساندن الها مادرم در سایه باغ جنان باشی، با حوران بهشتی هم نشین و هم زبان باشی، همیشه خرم و فرخنده و امن و امان باشی، و فردوسی برین شاداب باشی، جاودان باشی. عزیزم مهربانم دلفگارم مادری جانم، عزیزم مهربانم دلفگارم مادری جانم، ز هجرت سوختم اخگر شدم من سینه بریانم. شب در خواب من بنما جمال نازنین ندرا. حضرت که در حالتهای جوانی که مادر گذشته بود، اکنون همون جمال مادر در شب خواهش داره که در خوابم در آیا و ببینم. شب در خواب من بنما جمال نازنین ندرا، ببوسم خاک پایت آفتاب آسا جبین ندرا، ببوسم خاک پایت آفتاب آسا جبین ندرا، به یاد آرم در آن دم من سخنهای شیرین ندرا، ترحم کن خدایا سامعی زار و حزین ندرا. عزیزم دلفگارم مهربانم مادری جانم، ز عشقت سوختم اخگر شدم من سینه بریانم. خدا بابای مولا شریف هم رحمت و مغفرت کند و خدای مهربان هم تا سوختنی در عشق مادر و هم تا حرمت در حق مادر خداوند در جگر همه ما و شما این سوختگی را نگه دارد و خدا دلهای ما را پر از مهر و محبت پدر و مادر گرداند و پدر و مادرامون دوست داریم و پدر و مادرامون حرمت کنیم و همون قدر شود که دادرای عزیز در پیش چشمت هم تا پدر دستش برداره و مادر دستش برداره و گوید بچم خدا برکت دنیا و آخرت دید، تو دیگر میتونی بچه خدا داد خودت اعلام کنی. تو میتونی که گویی که الحمدلله که من از جمله آن کسانی هستم که الله و رسول او از من راضی است. دست برداشته مادر و پدر این معنای او را دارد که خدا از تو راضی شد و رسول خدا از تو راضی شد. خوش به حالتان جوانای عزیز. خدای مهربان شما را این توفیق حرمت پدر و مادر نصیب گردانه و خدا شما را هیچ وقت از جمله جوانای نگرداند که مادر در حال حیات پدر در حال حیات گوید من بیزارم از این فرزند. خدا هیچ وقت شما را از جمله این جوانها نگرداند. خدا عاقبت هامان بخیر کند، ایمانامان با سلامت نگه دارد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین. خدا خواهد من جمعه آینده یک صحبت انشاءالله در اطراف این میکنم به خواهش این برادرها و درس برای همه شما میشود. خدا خواهد و به همین خدا خواهد باز موضوع های دیگر ما دوام